به نام خدا، عرض سلام و ادب. آخرین جلسه از آموزش حروف الفبا با فونت هما. 6 حرف دیگه باقی مونده: جیم، چه، ه، خ و عین و قین که به دو گروه اینا تقسیم میشن. جیم، چه، ه، خ از نظر شکل ظاهری شبیه همن و به یک گروه. عین و قین هم به یک گروه تقسیم میشن. خب بریم سراغ حرف جیم، چه، ه و خ، بعد هم عین و قین. بچه ها برای نوشتن حرف ه شما یک عدد 8 را در نظر بگیرید. این عدد 8 که این بالا این منحنی رعایت شده باشه. این قسمت از اون را باید کوتاه کنید، میمونه این شکل. اینجا باید منحنی رعایت بشه. بچه ها من در تمام حروف این منحنی ها را دارم تکرار میکنم به خاطر اهمیتش. بعد هم به این شکل میاد تا اینجا. این میشه حرف ه در فونت هما. بچه ها باید این منحنی ها حتما رعایت بشه. این منحنی ها باید در این کنج ها و زوایا باید رعایت بشه. منحنی ها باید حتما رعایت بشه. اگر به این شکل بنویسید اشتباهه. اینجا اشتباه هست. یا حتی اگر اینجا شما منحنی را رعایت کنید اما اینجا رعایت نکنید، این هم اشتباه هست. باید تمام منحنی ها، اصلا زیبایی فونت هما یکی از دلایلش به خاطر رعایت این منحنی ها است. وقتی حرف ه را نوشتید این انتهای حرف ه با این قسمت در یک راستا قرار می گیرن. حالا بعضی از اساتید هستن موقع تدریس اینو مثلا میگن عقب‌تر، به این شکل میگن، اما نظر بنده این هست که تا اینجا ادامه بدید. یک نقطه توپ رو بالا قرار بدید میشه حرف خ، داخل قرار بدید میشه حرف جیم و با این سه تا نقطه ای که اینجا هست میشه حرف چه. اینجا تقریبا در یک راستا و اینجا هم تقریبا در یک راستا قرار میگیره. زیباییش به همین هست. خب نکته خاص دیگه ای نیست. بریم سراغ حرف عین و حرف قین. من اول حرف عین را برای شما بنویسم. این حرف عین هست. بچه ها موقعی که حرف تا را میخواستید بنویسید خدمت شما عرض کردم یک همچین چیزی شما دارید. حالا همین رو برعکسش کنید به این طرف. درسته؟ این قسمتی که من دارم پر رنگش میکنم میشه شروع شما برای حرف عین. به همین راحتی. بعد هم همین قاعده‌ای که برای حرف ه بود اینجا پیاده میشه. این میشه حرف عین. یه نقطه بالا قرار بگیره میشه حرف قین. من بزرگتر نوشتم برای اینکه بهتر دیده بشه، اما صحیحش
وقتی به دو قسمت تقسیم بشه اینجا و اینجا با هم برابر هستن، به دو قسمت مساوی، یک نقطه توپ رو بالا قرار میگیره و میشه حرف غین. تقریبا اینجا هم میشه در یک راستا قرار داد به خاطر زیبایی. حالا بعضی هستن که سلیقه‌ای میگن این جا عقب‌تر باشه یا جلوتر، اما نظر شخصی بنده این هست که در یک راستا قرار بگیرن، زیباتر هست. وقتی حرف عین، غین و بقیه حروف در وسط کلمه یا آخر کلمه نوشته میشن، شکل و شمایل دیگه ای دارن که در جلسات تکمیلی و در کلمه نویسی و نهایتا جمله نویسی خدمت شما عرض میکنم. در همین آموزش حروف الفبا هم اگر نکته از قلم افتاده باشه، اونها را هم در کلمه نویسی باز هم یادآوری خواهم کرد. این چند جلسه بود آموزش حروف الفبا در فونت هما. موفق و مؤید باشید.